مهر مادر دیگر ای. اینا دیگر چیزانی نعمت هایی هستن که اینا رو خدا این از جهت چی؟ از جهت اسلام ای. اسلام همین خیلی مهر در ما و شما عطا کرده گی. این همی عالم غرب شناسنامه شون به نام مادرشون به نام پدرشون نیست ای. پدراشون نمیدونن کی ای. همی عالم غرب که مردم این قدر روزشون میخرن اینا نمیدونن پدرشون کی ای. به دنیا میآیند نمیدونن پدرشون کی ای. ما شما لذت میبریم، قطعی امکامو میشینیم، قطعی تقوامو میشینیم، قطعی خالهامو میشینیم، قطعی مامهامو میشینیم، یک لذت داره زندگی. اما اونو نمیدونن منقور تولد میشون، نمیدونن پدرشون کی ای. میگم پدر من آشنم بشناس شناس مرکن، مادرش نمیدون. میگه کیش لگی تو. در زمان جاهلیت هم خیلی بود. وقتی در زمان جاهلیت هم وقتی از زنک چند نفر مثال استفاده میبرد، یک کودک تولد میشه به یکم همون مرد شباهت میداشت و همون میدادنش به همون میدادن. حاج همون زمان جاهلیت چی دیسه؟ زمان جاهلیت چی دیسه؟ اسلامی که ما بین حق باطل جدا میکنه. نیکوهایی که این زنی میگه حلالی خدمه، این فرزنی بسم الله الرحمن الرحیم خدمه میگه. اسلام برادران عزیز که این جمع و شما را جمع کردگی. فاصبحتم بنعمتی اخوانا، ما و شما را با نعمت اسلام برادر گردوندگی. یعنی دستری از فرش سگیم یگام تموچینه همون برادریم برادران عزیز. این نعمت یک نعمت بزرگی است که باور که یگام نعمت جای را گرفته نمیتونه. و کسایی که اینو میگن بر والله که نفهمیدن اشتباه کردن. این نعمت ایمان یک نعمتی است که این نعمت بالاترین نعمت دنیای. هر قوم این نعمت های دست بتیه او قوم نابود می شود. همین امت اسلامی، همین ملت اسلام چی می قپه؟ اسلام می قپه. اگر اسلام نباشه اومد ملت پراکنده می شود. یک از دیسکمان شود، یک از در کمان شود، یک از دیگه ای شود. این ملت های موبای می را بخواه یک قوم را نابود کنی همی خیلش میکنی. حضرت مولانا روم میگه که قومی روزگار به اخلاق زنده اند، آنکه فاقد اخلاق گشت زنده نیست. و یک اخلاق گم میکنه او زنده نیست. همین نرکمه دایسه بی زنده دایسه بی مرده. پدرم نقضی نمیبینه، مادرم نقضی نمیبینه، خلایق نقضی نمیبینن. یا میاد دیسکمان ببینه میبره بیچاره دخترش مردک با صدها آرزو 18 سال دختر تربیت میکنن، میبره در خونه میمونه. یگم چی نیست دست ما پس میبینی که ماشین آوردن دختری هم مردک دخترش گیری برد. برای چی؟ همین است. ولا یزالون یقاتلونکم حتی یرودکم عن دینکم این استطاعوا. خدا میگه همیشه دشمنان اسلام مبارزه میبرن. برای چی مبارزه میبرن؟ تا که مردم بی دین بسازن. این دین تاج سر انسان است. همین خروج از تاج بگیری وجود نداره. انسان هم همین دینه که میقپش، دینه که بخاری را دنیا میشناسه. همین ملت تاجیک برای بخاری دنیا میشناسه. اگر عربا بگوی که من تاجیکستان مقع نمیشناسم، وقتا بخارا میگه انتم اساتیذنا، میگه شما استادهای مایین. رمی برادران عزیز، دین ای. این ما و شما دستری از سفره جمع کده. دینه که میگه پدرت احترام کن. ولا تقول لهما اف، میگه برای پدرت اف نگو. رمی برادران عزیز، همین زندگی برادران عزیز. واقعیت همین ای. باور کنید اولاد به اولاد منو میشناسه. اسلام ها یگنه باور کنید. گفتم مولوی غر نمیدونه که چه رمی برادرای عزیز، این نعمت اسلام بدندان هاتون بخیر، بدندان هاتون، به جان هاتون، به مال هاتون، به هستیتون این دین اسلام ها بخفید. این دین اسلام بهترین دینه. انسانت شهامت میبخشد، جوانمردی میبخشد، غیرت میآموزد. چی؟ اسلام. اصلا اسلام دینی هست که دینی فطرت است. چخیل دینی فطرت؟ همین یک از زن تا به چشم بد نگاه کنه میفورد می دستش. همینه. این دستشم بریدن در مابین دو دستش میگن همین پرچم اسلام داریم میگن. و میگه وقتی که شهیدش کردن یک ملائکه در صورت مصعب بن عمیر میگه پرچم برداشت. نگاه کنید شما، پرچم در زمین نماند تا زنده بود. در همین جمعیان همین کتاب دکی یک ملائکه به صورت مصعب بن عمیر پرچم اسلام همین تا برداشت، نما که پرچم اسلام در زمین بمانه.
بسیار ملائکه، بسیار صحابایی هستن که ملائکه ها در دفشون کردگیان. ولی در این موضوع صحبت میکنیم ملائکه ها دفشون کردن مرده هاشون. نگاه کنین ملائکه ها به سراغ مرده های آنها میآیند، آنها را دفن میکنن. مصعب بن عمیر میگه همین خیل چی؟ همین خیل وقتا که پیغمبر خدا میگه میدید که پرچم اسلام بالا میره میآید و پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم آخر میگه نگاه کرد که ملائکه بعد همین پرچم که در چی غلطیدن بود که پیغمبر گیری در دست حضرت علی کرم الله وجهه دادش. این برادران عزیز این مصعب بن عمیر وقتی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم بر بالای همین مقتولای احد که گذشت گفت صدق الله، الله راست گفت و من المؤمنین رجال صدق ما عهد الله فمنهم من قضى نحبه و منهم من ينتظر و ما بدلوا تبدیلا. را همین آیت پیغمبر در شأن مصعب بن عمیر خواند. پیغمبر خدا بالای سر مصعب بن عمیر گرفت. مصعب بن عمیر بالای سرش گرفت خی کشته شدگی گفت بین از دنیا یگام چیزی مصعب نبار گفت اینه که گوید در جنت یعنی ایره توش میکنن، ایره حورای جنت گفت ایره در نکاحش میدارن مصعب بن عمیر. ببینید پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم بالای سرش ایستاد میگه بعد همین نگاهش کرد مصعب بن عمیر جوانی که به هزارها ناز و کرشمه در خانه بایترین مردم دنیا بود ولیکن همه را پشت پا زد و دین اختیار قرار داد. مصعب تا قیامت نامش گم نمیشود. نام بسیاری مردم همین 1 سال 2 سال پس نامش گم میشود. بعضی انسان‌هایی هستن که تا قیامت نامشون گم نمیشود. اینا همین کیان صحابه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم. و پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم صحابه آمدن گفتن چیکارش کنیم مصعب بن عمیر چیکار کنیم یا رسول الله؟ همین یک چادرک داره دیگه هیچی نداره. یک چادرک داره گو هیچی نداره گو اگر بالا شب بپوشانیم پایانش خالی میمونه، پایان شب بپوشانیم بالاش خالی میمونه. چیکار کنیم؟ گو با بالا شب بپوشانیم پایانش با درخت خزیر یک درخت سبزی همه را چیکار کنیم؟ همه را گو بالا پایان شب بپوشانیم. با همه را چیکار کردن؟ در احد پیغمبر سپاریده شد. پیغمبر با قلب محزون چی؟ به مدینه گشتن. یکیمین اگر صحابه را ببینیم جانهاشون فدا کردن که این دین به ما آوردن، این دین انسان عزت گفت میبخشد. یک شخصیت ما ندیدیم یک عزتش در قلب ما و شما است. اگر ببینیم ویس بن عامر حضرت سلطانی ویس قرنیه یگام کس دیدگی نیست که همه او را دوست میدارن. برای چی؟ او را الله دوست میداره. همین اولیا 1000 سال چی گذشته لیکن تو حاضر مردم دوست میدارن. برای چی؟ او را الله دوست داشتگی. برای اگر میگه اولیا نباشه صحابه کیان اولیا؟ اولیای الله همی صحابه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم بودن که در پای پیغمبر اومدن جانهاشون و مالهاشون دادن، هستیشون دادن، اسلام رو به ما آوردن. برای همین دعا میکنیم که در این محفل خیلی ما و شما چی پروردگار رو یکایک ما و شما را صداقت و امانت داری و ما پروردگار رو این الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا را پروردگار برای ما و شما نصیب بگردونه و به سبب این امرای معروف و اینهای منکر این پدر پروردگار خبش پرنور بگردونه و پروردگار جوانایی که هستن پیروی اهل یعنی قرآن و سنت چون بگردون و شریعت نبی محمدی صلی الله علیه و سلم و به یکایک ما و خاندانای ما و سرزمین ما و شما نصیب بگردونه.